درود و همه رفقای من. سلام چطورین؟ خیلی خوش اومدید ویدیو جدید رزال سنرمکسون. هر جا دوران کسی سلامت از 2 شده که چه داخل این ویدیو بالاخره اومدیم سراغ سورپرایزی که به خاطر 50 تایی شدنمون قولشو بهتون داده بودم. همونطور که از اول ویدیو فهمیدید قراره که امروز بهتون آموزش ساخت یکی از بهترین یوتیوبرهای کشتیکش فارسی، کامیونیتی کشتیکش بهتون یاد بدم، عمو سروش، که مطمئنم هم من هم شما طرفدارشیم. با ویدیوهاش حال میکنیم، سبک ویدیوهاش، سبک با یونیورسش خاطره داریم اینا. و امروز اومدم گفتم یکی از بچه‌ها درخواستشو داده بود توی یکی از ویدیوها، گفتم همتونم میشناسیدش، منتها کسی فکرشو نمیکنه. داخل این ویدیو اومدم که بهتون آموزش ساختش بدم. بچه‌ها عمو سروشی هم که قراره بسازمش، اتایریه که برمیگرده به داستان قبل از یونیورس و مایراز امسال. یعنی دوخ کلابی که الان اینجا میبینید دوخ کلاب قبل از یونیورس امساله که به هم خورد و هنوز ریمستریو و کودیروز توش بودن. اما خب زیاد حرف نمیزنم، بریم سراغ ساختش. برای ساخت عمو سروش وارد قسمت فیس بشید. داخل قسمت فیس تمپلیت این رو انتخاب میکنی، فیس تکسچر این رو انتخاب میکنی، میزید روی 18 175 124 102 اکسپت. وارد قسمت فشیال پارتس بشید. داخل قسمت تیت این رو انتخاب میکنید، رنگش اولی رو میذارید روی 255 225 219 اکسپت. بعدی 10 255 225 219 اکسپت. بعدی 10 255 225 219 اکسپت. و چهارمی هم همینطور 10 255 225 و 219 اکسپت اکسپت اکسپت. و همشون رو اینجا انتخاب بکنید، اکسپت رو میزنید. اکسپت. وارد قسمت فیس دیفورمیشن میشید، فشال استرچ. وارد قسمت نوز میشید، میذارید روی 55 57 94 اکسپت. نوز بریج 100 68 10 اکسپت. و نوز تایپ 36 41 41 32 اکسپت. و نوسترلز 62 18 50 62 18 50 اکسپت. وارد قسمت فشیال ریگیوم میشید و همچین عکسی که اینجا میبینید رو درست کنید. اکسپت رو میزنید. بایمیستی تا سیو بشه. خب وارد قسمت بادی میشید. داخل قسمت بادی تایپ و ویت کلاس این رو انتخاب بکنید. قدش رو میذارید روی 6 و 1 فوت، وزنش رو میذارید روی 228 پوینت. اکسپت رو میزنید. وارد قسمت اتایر میشید. داخل قسمت رینگ اتایر، اپیرنس، هیر اند فشیال پارتس. داخل قسمت هیر این رو براش انتخاب بکنید. رنگشو میذارید روی 30 7 6 5 اکسپت. وارد قسمت آی لفت میشید. این رو انتخاب بکنید. رنگشو اولی میذارید روی 15 136 92 76 اکسپت. دومی روی 54 66 64 46 اکسپت. سومی روی 36 10 8 5 اکسپت. داخل قسمت آی رایت همین رو کپی میکنید. وارد قسمت فشیال هی ماوس تیچ بشید. این رو انتخاب میکنید. رنگش دست نمیزنید. اوپیسیتیشون رو روی 87 از 255 اکسپت. وارد قسمت فشیال هیر گوت میشید. این رو انتخاب میکنید. اوپیسیتیشون رو روی 139 از 255 اکسپت. و دوباره وارد بشید. این رو انتخاب میکنید و اوپیسیتیشون رو روی 81 از 255 اکسپت. وارد قسمت آی بروز میشید. این رو انتخاب بکنید. رنگشون رو روی 22 66 48 37 اکسپت. وارد قسمت لیپستیک میشید. این رو انتخاب بکنید. رنگشون رو روی 11 181 142 133 و اوپیسیتی رو روی 182 از 255 اکسپت رو میزنید. وارد قسمت آپر بادی میشید.
داخل قسمت بادی هیر رایت آرم این رو انتخاب میکنید. رنگش رو میذارید روی 0 2 2 و 2 و اپسیتیش رو میذارید روی 252 از 255. اکسپت وارد قسمت بادی هیر رایت آرم این رو انتخاب میکنید و رنگش رو میذارید روی 0 5 5 و 5 و اپسیتیش رو میذارید روی 252 از 255. اکسپت بازم اکسپت رو میزنید، بازم اکسپت رو میزنید. وارد قسمت کلوزینگ میشید. داخل قسمت آپر بادی وارد قسمت تاپس میشید. این تاپ رو براش انتخاب میکنید. متریالش رو میذارید روی کلوتس اکسپت. کالریتیش رو میذارید روی 0 0 0 و 0 اکسپت. وارد قسمت ایمیج میشید که برای ساخت این ایمیج بچه شما به ساختن چندین و چند تا ایمیج احتیاج دارید. اولین ایمیجی که باید درست کنید ایمیج چیه؟ ایمیج دوغه که شما واردش بشید. اولین چیزی که انتخاب کنید ویو اینجا می نویسید با فونت 14 انتخاب بکنید. به این صورتی که میدید اینجا میذارید. رنگش رو میذارید روی 233 83 94 178 اکسپت. دومین چیز یه دونه یو اینجا می نویسید به این صورتی که اینجا میبینید دهنه ق بچه ها قرار میدید. رنگش رو میذارید روی 233 83 94 178 اکسپت. و یه دونه یو دیگه اینجا می نویسید برای این قسمت پایینی و از داخل این قسمت براش انتخاب میکنید. به این صورتی که اینجا میبینید قرار میدید و رنگش رو میذارید روی 233 83 94 178 اکسپت. وارد قسمت لترینگ میشید. یه دونه او اینجا می نویسید. از داخل فونت 14 انتخاب کنید. به این صورتی که میبینید اینجا قرار میدید. رنگش رو دوباره به همینی که اینجا میبینید رو میذارید. وارد قسمت لترینگ میشید. یه دونه آی اینجا می نویسید و با فونت 4 این صورت اینجا قرار میدید. رنگش هم رو همون قبلی میذارید و اکسپت رو میزنید تا اینجا و ببخشید یه دونه دایره هم از اینجا انتخاب میکنید به صورت سینگل اینطوری که میبینید اینجا ببخشید قرار میدید و رنگش هم همین رو انتخاب میکنید و سیو میکنیدش. دومین چیزی که شما نیاز دارید بسازید کلمه کلابه که باید به فارسی بنویسید. برای ساختن کلمه کلاب وارد قسمت لترینگ میشید. یه ال اینجا می نویسید با فونت 4 به این صورت که می‌بینید اینجا قرار میدید. رنگش رو همون قبلی میذارید. دوباره وارد قسمت لترینگ یه دونه آی اینجا می نویسید با فونت 4. این به اصطلاح خط بالای بالای ک به این صورت که می‌بینید اینجا قرار میدید. رنگش هم همون میذارید. وارد قسمت لترینگ میشید. دوباره یه دونه جی اینجا می نویسید. ببینم کدوم بود. اجازه بدید. با فونت 1 به این صورتی که می‌بینید اینجا میذارید. وارد قسمت لترینگ میشید. دوباره همه کارمون با لترینگ آی می نویسید. برای این الف اینجا قرار میدید. رنگش هم که همون قبلی و وارد قسمت چی میشید. دوباره یو اینجا می نویسید با فونت 4 به این صورتی که میبینید. برای این ب خط ب اینجا قرار میدید. رنگش همین رو میذارید و یه دایره از این قسمت انتخاب بکنید. به این صورتی که میبینید اینجا میذارید و رنگش رو هم که همون قبلی میذارید و سیوش بکنید. دومین چیزی که باید درست بکنید از این قسمت وارد بشید. دوباره وارد قسمت
گروپ ایمیج بشید. این قسمت از این شکل رو انتخاب میکنید. به این صورت که میرید اینجا قرار میدید. رنگشو همون قبلی میذارید. یه خط رو انتخاب میکنید. به این صورت که میرید اینجا قرار میدید و رنگشو همین میذارید. یه خط دیگه دوباره انتخاب میکنید از این قسمت و به این صورت قرار میدید. رنگشو دوباره همون قبلی میذارید. یه دونه بیزی از این قسمت انتخاب میکنید. رنگش رو میذارید روی 56 255 238 و 0. اکسپ و اون تتوی دوغی که درست کرده بودید رو انتخاب میکنید و به این صورت که میبینید اینجا قرار میدید. تتوتون ساخته میشه. سیوش بکنید و اینو که ساختید دوباره یه دونه جدید درست میکنید برای درست کردن این بطری شیشه دوغ آبلی. یه دایره رو انتخاب میکنید. به این صورت که اینجا میبینید قرار میدید. رنگشو میذارید روی 0 255 255 و 255. اکسپت. یه دونه از این شکل رو انتخاب میکنید. به این صورت که میبینید اینجا قرار میدید. رنگشو میذارید روی 0 255 255 255. دوباره یه دونه دیگه انتخاب میکنید. به این صورتی که میبینید اینجا قرار میدید و رنگشو میذارید روی 0 255 255 و 255. خب یه دونه بطری دیگه انتخاب میکنید. به این صورتی که میبینید اینجا قرار میدید. رنگشو میذارید روی 0 255 255 و 255. اکسپت. این ایمیج رو از تو گروپ ایمیجی که خودتون ساختید انتخاب میکنید و همین صورت قرار میدید. اکسپت رو میزنید. وارد قسمت دیزاین میشید. این تتو رو انتخاب میکنید. به این صورت که میبینید اینجا قرار میدید و رنگش رو میذارید روی 0 255 255 و 255. اکسپت. و دوباره یه دونه دیگه از این شکل رو انتخاب میکنید. به این صورتی که میبینید اینجا قرار میدید و رنگشو میذارید روی 0 137 137 و 137. اکسپت و تموم. سیوش بکنید و دوباره وارد گروپ ایمیج بشید. یه دونه مربع انتخاب بکنید. به این صورتی که میبینید اینجا قرار میدید. رنگشو میذارید روی 56 255 238 0. اکسپت. وارد قسمت سوپر استارز میشید. کدی رودز انتخاب بکنید. به این صورت که میبینید اینجا قرار میدید. اکسپت رو میزنید. دوباره وارد قسمت سوپر استار میشید. ری مستریو انتخاب بکنید. به این صورت که میبینید اینجا قرار میدید. اکسپت رو میزنید. وارد قسمت گروپ ایمیج بشید. تتوی دوغی که ساختید رو انتخاب بکنید. اینجا قرار میدید. به این صورت وارد قسمت گروپ ایمیج بشید. ایمیج دوغ از اینجا انتخاب بکنید. به این صورت قرار میدید. اکسپت. و دوباره وارد قسمت گروپ ایمیج کلاب رو از این قسمت انتخاب بکنید. به این صورت اینجا قرار میدید. اکسپت. و وارد قسمت لترینگ میشید. اینجا به انگلیسی بنویسید دوغ با فونت 4. پایین کلاب قرار میدید. به این صورت اکسپت. و رنگش رو هم میذارید روی 233 83 94 278. اکسپت. دوباره وارد قسمت لترینگ میشید. کلاب رو مینویسید. به این صورتی که می‌بینید زیر دوغ قرار میدید و رنگش هم میذارید روی 233 83 94 178. اکسپت و سیوش کنید. تمام ایمیجایی که ما باید میساختیم تموم شد. این ایمیجی که ساختید رو انتخاب میکنید. به این صورتی که اینجا میبینید قرار میدید.
اکسپت رو میزنید و دوباره وارد قسمت دراپ ایمیج بشید. این تتوی ببخشید عذرخواهی میکنم، این تتوی دوغ رو انتخاب بکنید و به این صورتی که میبینید این قسمت قرار میدید و تموم. میاد پایین تر وارد قسمت البو پد رایت میشید، این رو براش انتخاب بکنید، متریالش رو روی دیفالت بذارید، رنگش رو میذارید روی 0 17 17 17 و 17 عکسه. وارد قسمت لوور آرم لفت بشید، این رو انتخاب بکنید، متریالش رو میذارید روی میت، دومی متریالش روی دیفالت، رنگش رو اولی میذارید روی 0 0 0 و 0 و دومی میذارید روی 240 3 3 6 عکسه. و برای لوور آرم رایت این رو انتخاب بکنید، رنگش رو هم میذارید روی 25 64 47 و 34 اکسپت. میاید پایین تر نک اکسسوریز این رو انتخاب بکنید و رنگش رو هم دومی میذارید روی 0 244 244 و 244. حالا خودتون شاید بپرسید که این چیه که اینجا آویزونه. بچه‌ها این دوغ یخ زده است. ابو سروش از اونجایی که خیلی مرام به خرج شد و قبل از مسابقه ها هایپ نمیکنه بره سر مسابقات و خب بالاخره بدنه دیگه شاید خالی بکنه وسط مبارزه، یه دوغ از اینجا دوغ یخ زده آویزون میکنه به گردنش وسط مبارزه با یه لیس خودشو بالاخره میسازه دیگه، بدنو برای ادامه مبارزه آماده میکنه. چون میدونید دیگه کشتیکش سناریو و سناریو اگه خراب بشه اتفاقات بدی میفته، اتفاقات بد جور. ابو سروش منو ببخش اگه داری این ویدیو رو ببینی. خب برای شلوار ابو سروش این رو انتخاب میکنید، رنگشو اولی میذارید روی 210 204 205 206 عکسه، دومی میذارید روی 0 16 16 16 عکسه و سومی میذارید روی 201 6 7 13 عکسه. متریالش اولی روی دیفالت، دومی روی دیفالت و سومی روی دیفالت اکسپت. و بوتس اند شوز وارد این قسمت بشید، این رو براش انتخاب بکنید، متریالش رو میذارید روی متالیک اولی، دومی روی میت و سومی روی دیفالت اکسپت. خب بچه ببخشید بر مشکلی که پیش اومد، رنگش رو گفتم میذارید روی 0 12 12 و 12 عکسه، دومی روی 270 52 51 53 اکسپت و سومی روی 0 21 21 و 21. حالا شاید برای خودتون سوال پیش بیاد که این قطرات سفیدی که روی کفش هست چیه؟ بچه این قطرات دوغه که پاشیده. موتوری هم که ماشاءالله این قطرات دوغه که پاشیده. چون نمیتونم تو این پارت جدی باشه. خب کپی اتایی رو میزنید، داخل اینترنس پیست بکنید، وارد قسمت اینترنس بشید، داخل قسمت کلوزینگ هید، داخل قسمت هید ویر این رو انتخاب بکنید، رنگش رو میذارید روی 324 43 38 41 عکسه، دومی روی 240 3 3 6 عکسه و سومی روی 180 27 28 و 28 اکسپت رو میزنید و اکسپت وارد قسمت آپر بادی میشید، داخل قسمت جاکت این رو براش انتخاب بکنید، متریالش هم اولی روی استاتین، دومی روی دیفالت اکسپت و رنگش رو اولی روی 240 3 3 و 6 و دومی روی 39 125 121 113 اکسپت و اکسپت رو میزنید و تمام. و وارد قسمت پرسونالیتی اینفورمیشن میشید،
داخل قسمت نیم اینفورمیشن اینجا می نویسید 3 براش، اینجا می نویسید. وارد قسمت پرزیدنشیال نیم میشید. حالا برای اینکه موقعی که داره وارد میشه به اصطلاح گزارشگر صدا بزنه، وارد قسمت فرست نیم میشید. از اینجا سی رو انتخاب میکنید و داخل قسمت فرست نیم 2 راش رو انتخاب میکنید. اکسپت رو میزنید، اکسپت. وارد قسمت مینیو اسکرین پوز میشید. داخل قسمت ست آل این رو انتخاب میکنید. بچه‌ها حتما این رو انتخاب بکنید. تو آموزشات قبلی من میگفتم که هرچی خودتون دلتون خواست، اما این رو انتخاب بکنید برای این یکی، حتما برای عمو سروش. چرا؟ چون توی این پوزیشنی که میبینید اصطلاح کاراکتر داره با انگشت شستش به دوخ کلاب اشاره میکنه و همچین چیزی خیلی مهمه. و حالا بازم چی نیست، هر کدوم که خودتون خواستید. وارد قسمت هوم تاون میشید. از داخل قسمت آی ایران رو انتخاب میکنید و حالا از اونجایی که نمیدونیم عمو سروش کجا زندگی میکنه فقط اینجا میزنید ایران. وارد قسمت کروز ساینس میشید برای تابلوهایی که مردم انتخاب میکنن. وارد قسمت جنریس میشید، میرید داخل به اصطلاح این گوشه‌ای که نیو فولدر حالا وارد بشید. تتوی اونی که درست کردیم رو اینجا میذارید. برای دومیش تو همون دوباره این رو میذارید و سومیش هم این رو انتخاب میکنید و برای چهارمیش هم که دوخ کلاب رو انتخاب میکنید دیگه. حالا این فقط سروش رو اگه بشه به ما اجازه بده که اجازه نمیده، که متاسفم، خودم خیلی دلم میخواست بهتون آموزش بدم اما اینجا اجازه نمیده. اگه تونستم آموزشش رو براتون میذارم. خب از اینجا انتخاب میکنید، اکسپت رو میزنید و بریم برای آموزش ساخت حرکات عمو سروش رو به اصطلاح تم وروده. خیلی خب بچه، برای حرکات عمو سروش وارد قسمت موو ست بشید. داخل قسمت مووز، داخل قسمت سیگنیچر، برای اولی دابل جامپ بلاکباستر 2. بچه این ویدیو رو من بر اساس ویدیو سامر اسپم در ایران خودم عمو سروش درست کردم. DDT 14 و پریست ترپ رو انتخاب بکنید. برای رینگ سایدش DDT 14 و پریست ترپ، اکسپت. وارد قسمت فینیشر میشید. داخل رینگ باستن کراب 3 و اینترسپتر رو انتخاب بکنید. دکمه آردو رو میزنید که به عنوان سوپر فینیشر بشه. و عمو سروش این اند آف دیز که ما بهش اند آف دوکس رو عوض کرد، اما ما به دوخ کلاب پایبند میمونیم و اند آف دیز رو حذف نمی کنیم، میذاریم سوپر فینیشرش هم میذاریم. که ببخشید اند آف دیز گفتم، خدا منو ببخشه، اند آف دوکس. اکسپت رو میزنید. داخل قسمت رینگ ساید باستن کراب و اینترسپتر رو انتخاب بکنید. حالا چرا اند آف دوغز رو نذاشتم؟ چون اند آف دوغز فینیشر خیلی خاصیه و فقط داخل رینگ باید زدتش و برای زدن اند آف دوغز باید آدم یکم سختی بکشه، هر جایی نمیشه. و اینترسپتر رو که انتخاب کردید آردو رو میزنید که سوپر فینیشر بشه. داخل قسمت لدر میشید، راک باتن و سوپلکس 12 رو انتخاب کنید. برای تیبل اسپاین باستر و پاور پامپ و برای رامبل اکسپلودر سوپلکس و برین چاپ 4. برای اودرش هم که وان ورزش تو فینیشر که نمیخواد، شارپ شوتر 6، استیج 2، اسپیرت 10 و پاور پامپ 2. وارد قسمت اودر اتکس، داخل قسمت کامبک جنریس کامبک 3 رو برای عمو سروش انتخاب بکنید. خب بریم سراغ آموزش تم ورود عمو سروش، ساخت تم ورود. خیلی خب برای بچه‌ها، برای تم ورود عمو سروش وارد قسمت اینترنس هم ویکتوری میشید. داخل قسمت اینترنس سوپر استار عمو سروش رو انتخاب بکنید و وارد قسمت موتون میشید. چت گیبل 1 رو انتخاب بکنید. حالا چرا چت گیبل 1؟ به 2 دلیل. زدم رفت بیرون. به 2 دلیل بچه‌ها که الان لود بشه بهتون بگم. داشتم میگفتم چرا چت گیبل 1 تم ورودی بره جلوتر بهتون میگم. اولش که به خاطر این تم ورود ایرانی و مردمیه که وارد میشه
تایتل موتورش رو هیز مکانیک دست نزنید. اینا رو من این بانک و اینا رو دست نزنید. بعد وارد قسمت اینترنس میوزیک بشید، اسپورت 2 رو انتخاب بکنید براش. بره جلوتر بهتون بگم، بذارید اینجا بره جلوتر بایستید همون سروش وارد بشه. ببینید، بذارید بسید بیاد جلوتر. به این دلیل، ببینید به این دلیل اون دوغی که باید پشت کمر اتایر عمو سروش بذارید که نمیدونم بهتون گفتم یا نه، یادم رفته که باید از قسمت اتایر بذارید. به این صورت اینجا معلوم میشه تو آخرین لحظات اینترنس عمو سروش پشت میکنه و دوغ رو نشون میده. همچین چیزی خیلی مهمه تو کامیونیتی عمو سروش. و بعد اینم از آموزشش. خیلی خوب بچه‌ها، مرسی که تا آخرین ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه، کلی خندیده باشید و کیف کرده باشید. تا یه روز دیگه و یه ویدیو دیگه، بدرود.